امام صادق فرمود تسبیحات حضرت زهرا بعد از نماز احب الی من صلات 1000 رکعتن، از 1000 رکعت نماز برای من برتره. 1000 رکعت نماز خود امام صادقا، نه 1000 رکعت نماز ماها. تسبیحات حضرت زهرا فقط مال بعد از نمازا نیستا، مال خیلی جاهای دیگه هم هست، فقط مال قبل از خوابیدن نیست. همینجوری هم که نشستید این تسبیحات رو میتونید بگید. گنجه، یک گنجی است که در اختیار ما گذاشته شده که امام باقر فرمود اگر هدیه‌ای بالاتر از این هدیه بود پیغمبر به دخترش میداد، ولی این رو داد. تسبیحات حضرت زهرا رو یادش داد. یک گنجی که اولیاء خدا ازش قدردانی میکردن. بعضی هستن که وقتی تسبیحات حضرت زهرا رو میگن 1 ساعت طول میکشه که این تسبیحات رو با توجه کامل، این گنج در اختیار ما. به خدا قسم امام صادق فرمود ما همون جور که به بچه هامون نماز رو یاد میدیم تسبیحات مادرمون زهرا رو هم یاد میدیم.